As you know that Unit 4 is a revision unit and there are no grammar topics in it. In this lesson, I'll write some questions about the previous lessons and solve them on the board as a revision. دم باش قطابين هجا. وكي نظن كو Unit 4 انكو بند چاره revision انكو دوباره کرنه. و چه بابت رزمانی ادنی تدانینن. دوی وانه دا اگه خود حس کردن ام ده هندک بسیاره سر بابت چوی سر بردی نویسم و شروع بکرم وکی دوباره کرن. گلی قطابیان اوه بسیاره که ویزاری منال سر بردی نویسی دویدن ام سحکینی که چوا حل کین آن چوا برسوا درس درخین. دمی اف جور بسیاره تدبینی ویزاری دا که تود چکی. بسیار ویرایکیه. Find the wrong one out. یا خلط تو درخی. معنای بوده الوری بابت دست نشان نکریه. تو دشکی تو دی هم یا خینی پاشین سکه که آب کیش بابته دیف نشانه طبعا و کیم هر جارد بجین دیف داده یا سای نویسی و دی سکه کیش هل بجاردن سر یا ساعته تطبیق بدن دوی هل بجری. A. You should see your doctor. You should see your doctor. بدویت تو بچی و سکه دکتوری آم چی ده دکتور تفحص کردن. B. You has to attend the meeting. بدویه سرده تو بچی و تو الکمبونه آماده بی. C. You'd better forget about it now and try again later. بدویه سرده تو نکه جبیر کی و پاشین کی تو محاوله کدیب کی آم جربین یفهم. D. All of them. گلی قطابی اگر سکنه ما گوتی بسیاری دا چه نشان بوم دیار نکرینه. دام سکنه حل بجارتنه. که چه دست بید کردن که چه مشترک ناف بین آدمه که برای مبدأ بابدی. یا که you یهادی که subject بشتینگه should یهادی modal verb. هل بجارتنا دوی you یهادی که subject بشتینگه has to که اوجی modal verb. یا سیه جاره کدی you یهادی که subject بشتینگه had better که اوجی modal verb. یا چاره یا دومایی که all of them. کیش بابت مهه که هو ساده سپید کردن subjecتی بشتینگه modal verb و اوجی همی ایک نصیحت آموزگاری هندک جی دانا رین مایانه و کیش که بابت ایکی ات پرتکوادا که اوجی giving instructions and advices. مادم مزانی که بابت ام کیش که از دچکم درابم یا ساخو نویسم که اوجی اوه subject plus modal verb plus base plus complement. وقتی از بیشتر modal verb ولی گره قطابیان مبحثی have to has to should ought to who had better. اوکی ایک جوانا بدن درسته دا بیشترینگه base بیشترینگه complement. لکه من بابت خوزانی که کیش که بیشترینگه من یا ساج نویسا نکن سحکمی که کیش که جوانا یا خلده. چکو بسیار چه بشته؟ بشته wrong one out. معناوی تو دیا خلد درخی نه درست. ده سحکینه. subject یا ایکی. subject اما subject یا هادی گری قطابیان. بیشترینگه modal verb should اوه هادی اوه modal verb. بیشترینگه سی کو بیزه چاوگه. اوکی ما گود بیز چه گلی قطابیان او پیوه او چه پیشگر و پاشگر پیوه نبن. اوکی سو بیز یا هاتی بیشترینگه اوه کامپلیمنت. معنوی اوه یا درسته لیف یا سای برسوا ای یا درسته رسته یا درسته معنوی او جه ناخودن معنوی اول دیف بسیاری ناشتن او یا خلطت کردن. بی یو یا هاتی گلی قطابیان اوه subject بیشترینگه modal verb اوه هاتی modal verb بیشترینگه attend اول وری base و بیشترینگه complement تو ما بکرنا رسته معناوی اوه جا درسته مانا گلی قطابیان نخیر وری ما مشکله که هی ما آریشه که هی آریشه ما چشل وری دمی من یو هبدن بیشترینگه has نایدن ما گوتی he, she و it has گلدن بله you و we و they اوانا گل نایدن فایدن he, she, it اوانا has گلدن و we, you و they
اوانا have گلدیدن معناوی الوری یا خلط هادی has لازمه you لازمه have گل بدن معناوی اوه حتانو که برسه و درسته کو خلطه اوکی بسیارشتی بشتم یا خلط بوم در بخه معناوی اوه دبته برسه و درست بس ام وری ناراستین هم ده چنه سیج سکینه you یا هادی جای کدی subject اوه subject had better کو اوجی یکش modal verb باید اوه modal verb یا هادی پشتینگه forget کو بیزه پشتینگه compliment کو تو ممکنه رسته اف رسته یا درسته معناوی چی مشکلاتی دانینن یا دومایی که جی بشته all of them کو همید خلطن نخره و ایو یا سید درستن من تلوری کش گلی قطابیان بیا کو الدیفیا سامه یا خلطه گلی قطابیان اول بسیاره قدیمه هینو که او جی اکش بسیارت وزاریه دسکنی کادو چاوا ایده حل کردن دم ایده بسیار دید گلی قطابیان تو ده بسیار خینی اولیکا اگر دنیشان تدادیدن گلک باشه اگر دنیشان ندید تو ده چیه حل بجاردنا اکید نشان اگه ده بیدن داد بسانی کافه کش بابده دام بسیار خوب بخینیم My father can't do the work alone. Dash, help him. My father, بابا من, can't do the work alone. نشد تنی کاری بکدن. فراغ, help him. هاری کاریاوی بکن. وری من چه نشان ید واضح نینن ید برجاف که از بشم ابا فلان بابده. داشتم یا ساخوبم وسط موسر تطبیق کم. فایده دشمه هل بجاردنا. هل بجاردنا ای که why not یا دوی what about یا سیه let's و یا چاره I suggest. اف هر چار هل بجاردنا اف هر چار پیوه آن expression نه اوه کیش بابت نگل قطابیان اوه واضح گلک یا برجاوه که اوه بابت دانا پیشن یاره making suggestions. مادم من زانی از راسم چم یاسا خونه ویسم. طبعا بوی بابتی من چار یاسای تنگیل قطابیان وکی برینو که من شرح کری مشروع بکری چار یاسا ملتین. دوشوانا بسیارینه که دمایکوانا نشان بسیاری دیدن و دوشوانا جی دمایکوانا خال دیدن آنکو فولستو. من وری چه نشان بسیاری نینن معناوی از هر دوک یاسایت اولی اسنان بسم یاسایت من چه ندگلی قطابیان یا ای که what about یا دوی why not دمایی که نشانه بسیاری یا سیه let's دمایی که خال دیدن و یا چاره I suggest و اوجد دمایی که خال دیدن مادم من وری نشانه بسیاری نگری قطابیان فاز دی what about why not سر خو این مداره اوکی why not what about ازش سر خو این مداره بو چی گلی قطابیان جاره قدی چونکو من چار یاسایت هیم بابت making suggestions دانا پیشن یارا دشوانا پرسیاری نه دشوا ارینه مادم رستا من نه پرسیاری دمایی که نشانه پرسیاری منی نه الوری من خال یا هی گلی قطابیان معناوی هر دو که یاسایت ای که من شول بینینه دایناکت از بن بسم خوف زحمت دم دچما هر دو کدی let's پشتینگه base دیدن و پشتینگه compliment تمام که نرسته I suggest پشتینگه subject دیدن گلی قطابیان پشتینگه subject دیدن پشتینگه چی بدن نگلک مهمه بس مهم من subject بدن فایدن از حکمه let's و I suggest دسکمه بریکا آنکو جه فراغه بشتی فراغه من چه هیا من subject هیا بکر من هیا یانجی من base هیا subject وکی ما برنو که گوتی گل قطابیان آن ناوه آن جه ناوه الوری بو من چه ناو نهادینه و چه جه ناو جه نهادینه الوری بو من کارکی هادی و افکار جی بیزه معنوی چه معنوی افیاسایه یا درسته بوشی گلی قطابیان چکل وری بشتی فراغه بو من بیزی هادی معنوی چه رامانوی چنده که let's یا درسته و I suggest یا خرده جاره کدی بوچی I suggest یا خرده گلی قطابیان چونکو بشتی فراغه بشتی بوشای subject نهادیه چه ناف نهادینه چه جهناف نهادینه بیزی هادی مادم بیزه فایدن let's ولدومایی که جی full stop آنکو خالی هادی فایدن وری هم ببیجین let's help him چلیت رستامه My father can't do the work alone. Let's help him.
بابا من نشد وی کاری بتنی بکتن داک چین هاری کاری های بکن. Now we have another question. ما بسیاره که دیگه هیگلی قطابیان که اوجی بسیاره که ویزاریه ده بسیاره خو سحکینه. At midnight tonight we dash through the desert. افشوه بشوه يعني نيفا شوه افشوه we dash ام بوشایی through the desert ناف صحراء را اوكي ناف صحراء را دساكيني كمان شان هل فيري آن نجري قطابيان at midnight tonight معناوي أفا افشوه وقت من دهاتيه اشتا چه نبوه نگو بوریه نانو کجی است کم أفا دهاتيه أفا وكي هندكي وكي يعني بينجا وكي من هافت مزاني كو موضوع متشيا نكسر كما تشي هل بجارتنا A will being drive B will driving C will be driving and D will be drive معنوي من قوتي أفا بابتي دهاتية بس بتأكيد مساكرة هل بجارتنا من will يا هي ومن ing يا هي ومن B يا هي أفا كيش بابتا من will و be و ing هابتن قالي قطابيان أفا بابتي دهاتية بردوامة أوكي جاركا دي مادام من will هاتية بومن ومن قوتي tonight جي بو أفشفة أفا أكيد دهاتية بس دهاتية صادة يانجي دهاتية بردوامة مادام ing هاتي بومن ناف هل بجارتنا دا ناف سي هل بجارتنا دا معناه أفا دهاتية بردوامة از رام چکم وکی هر جا گل قطابیان از رابم یا ساخو نویسم یا سامو چه بشتم subject plus will plus be plus ving و plus complement افا یا سامو subject بکر will be ving و complement السحكمي كا ديال كشكي رحمت عند الكشكي درس بتن أو برسف ديو درس بتن. أوكي. أولي كمان subject هاي الفريم أفا subject منا بكر موجودة أفا إك شو. بيشتينجي ده سحكم هل بجاتنا من will بتن فتن. هر شرا will يا هاي. معناه أس بيشتغل نظام كشكي درسته. بيشتينجي جالي قطابيان من بيت فتن. من شد فتن من پیوا بید فتن آگو کاره بیمت فتن کش که پشتینگه بی هاتیه یا سی و یا دی معنی چه؟ اصل لازمه ای و بی هر دوگا لادم وره بین که هاتی من بید فتن و الوره همه بینه هاتیه من بید لازمه یا شرطه که لازمه موجود بتن اف هر دوگا من لادم فإذا elimination وكي بينو كما قلتي أنكو برسفت خلط أم أوليكا دي لادن دي ما يا درست مينتن یا سی پشتینگه مگود بی مدفتن فایدن will و بی هر دو کدایت هین دیو دامن verb ing دفتن کار مدفتن گل ing کشکی هاتیه وری ing هاتی وری ing نه هاتیه معناوی اوه خلطه و اوه یا درسته جارا کدیم سکمه کاکیش بابته مزانی که ده هاتیه بردوامه یا سا خود نویسم سکمه کاکیشک دیف یا سا متشتن او دیا درست بتن معناوي we will be driving okay so at midnight tonight افشوه نیوکا شوه we will be driving ام de ساره هاجون کیوه through the desert ناف صحرا را تچی گلی قطابیان نکه مسیح بسیار به هوا شروع کردن و مبرسبت واناجی دان نکه دو بسیار دی اینا سر شاشه از حس کم هین ویدیو براوسینن و هین بخو حل کن. Dear students, this was the end of today's lesson. I'll see you again in the next lesson. گلی قطابیان ام هاتنا دمایکا وانا افریکا حتی وانا کدی ام گینه ایک خودت گل هوا بید.